گلوبود جماعت دیهاتی جلیکولی نویا دوستی با هوسمندی زیاد اوید با تقویت کارهای سازندگی برای رشد محل اقدامهای زیادی آبادانی را اندازی کرده ایستاده‌اند. با نظر داشت طلبات زمان در پرتو دستور هدایت‌های رهبرت عالی مملکت ساکنان از خود تشبثکاری نشان داده با ترتیب درآوردن راه و کوچه‌ها جوبرهای کنار راه‌ها را تعمیر و ارزانسازی کرده با استفاده از موسم فرارسیده در موضع‌های مناسب نهالان سویافکان همیشه سبز و گلوبودهای آرایشی می‌شنانند. طور تشبثکاران ابراز می‌نمایند اقدام مذکور در حاشیه کارهای سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده مقصد از آن آبادی و سرسبزی یک گوشه وطنی عزیز میباشد. ما در آستانه جشن بزرگ 35 سالگی استقلال جمهوری اسلامی قرار داریم. ما ساکنان دیهای گلوبود برای آبادانی محل دیهای خود کمر بسته ایستادیم. مردم با یک شور شوق زیاده از 1.5 کیلومتر راه را منفعش کردند. 1 کیلومتر روشنایی چراغ‌ناکنی سیمچوب‌ها ساخت شده ایستادند. اینچنین برای تامین امنیت عضوخواری در حدود دیهای ما یک سرخانه بزرگی گنجایش 600 کوب را برای نگاه داشتن مواد غذایی ساخت شده است. زیاده از 10 گرمخانه فعالیت میکند. در آینده هم مردم ما در این سبزیجات برای آبادانی خود بی‌طرف نیستند. چونکه وطن ما است. ما و شما باید غمخوری کنیم، دوستی‌سازی کنیم و به نسل‌های آینده یک کشور خوب باقی مانیم. چراغانکنی کوچه‌ها از بندهای اساسی کارهای بنفشه گرفته شده آبادانی ساکنان دیهای گلوبود نویا دوستی به حساب رفته در این سمت علاقه کارهای معین به انجام رسانیده شده است. متصدیان ابراز می‌نمایند که تقویت یافتن روند کارهای سازندگی در محل با اشتراک بی‌واسطه ساکنان از ثبات کامل وطن و بهداشت سطح و صفت روزگار اهل جامعه‌چگی بازگویی می‌نماید. ما تصمیم گرفتیم که همین کوچه را با چراغ‌کنی و دو طرف کوچه رو با کوچه پیاده‌گرد رو با منفعش‌کنی و درختان سایه افکن آرو دهیم. من چخیل شما شاهد آن هستید که ما چخیل آباد کرده آماده ایستادیم و ما کاری ما با آخر رسیدگی نیست. در آینده ما نقشه داریم که تا آخری کوچه و تمام کوچه ها رو همین چراغان کنان و پیاده ها رو منفعش کرده همین کارهای ما کرده ایستادیم. از حساب صاحبکاران و ساختمانمندان همین دهه گلوبود میباشند. به همین ترتیب ساکنان و صاحبکاران دیگر جماعت شهرک و دیهات نویا دوستی در همکاری با مقامات محلی کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده مقصد دارند که با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 180 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون را مورد استفاده قرار دهند.